Here is the wild garden of Velayat. The Saring the Zamin is Kolof Ammamedar. اینجا باغ وحش ولایت است. سرزمین کلفت امامداران. The Rishin Janvar is in Qabila the boss. این جانور ریشدار رئیس قبیله می باشد. He is mushing the harif, nothing huzur with hoo in the air. گونه خاصی از این جانوران همراه با مشت زدن به حریفی که حضور ندارد صدای هو در می آورد. To eating cutlet, showing very تا اشتهای خود برای خوردن کتلت را نشان دهد. نمیگذریم از خون سردار نمیگذریم. In these mountains, Giahi is in stand for many signs. در این ارتفاعات با یک گونه گیاهی از این جانداران مواجه می شویم که ساعتها در همین حالت With one leg in the air. با یک لنگ روی هوا می ماند تا با فتوسنتز انرژی خود را تأمین کند. His اعتمادing to پیاز is jumped agile ظرف ready. اعتماد به نفس این موجود را اگر پیاز داشت برای حضور در ظرف آجیل اعلام آمادگی می کرد. With قر of کمر بیرونین اسرائیل to امشو hands. او با حرکت قر کمر و حرکت دست امشوشوش اوبکلر بیرون اسرائیل را از خود دور می کند. The main activity of these moth eating species. اما اصلی ترین فعالیت این جاندار مفتخور خوابیدن است. Many times of rules to sleep with long living this bad religion. این بد مذهب‌ها با اختصاص بیشترین ساعت روز به خوابیدن عمرهایی طولانی برای خود جور می کنند که کلاغ به آنها حسادت می کند. They use every single فرصت to deep sleep. آنها از هر فرصتی برای خوابیدن استفاده می کنند، حتی در زمان جلسه رئیس قبیله. اگر این شخصی که وجود داره نبود، بیدرنگ مجلس قبرگان اقدام میکنه برای بعد رو مشخص بکنه.